به نام خداوندی بخشنده مهربان، سلام و درود بر شما بینندگان گرامی شبکه اصلاح. امروز برنامه تقدیم شما می نماییم چنانه که برایتان وعده داده بودیم که در مورد آن افرادی که از منطقه کولاب جنایتکار و برای قتل و کشتار ملت و مردم کشور دست و دامان زده، ولی امروز هم زیر رژیم امام علی رحمانوف باز هم حمایت از آن رژیم می نمایند. بعضی از افراد را تقدیم شما می نماییم تا اینکه چهره پس پردگی آنها را شناسید. و عنوان برنامه ما چنین است: زندگی نامه کوتاه یک قماندان پسرکش از کولاب. قهرمان امروزه اصلاح یکی از افراد خشین و زورگوی و سلاح به دستی که رحمانوف را در برقرار سازی ساختی کانستیتوسیونی البته داخل ناخنک کمک کرده است. قماندان صحرایی سالهای جنگی برادرکشی ابراهیم اسماعیل است. این نامه پس از برآمدهای خشین او نسبت مخالفین به اصلاح رسیده بود. از سبب مشغول بودنمان به دیگر مطالب این مطلب را امروز می‌خواهیم تقدیم بینندگان اصلاح نماییم. من زاده شهر کولابم. هنگامی که برآمدهای ابراهیم اسماعیل را نسبت مبارزان حقگوی دیدم، خیلی خشم و غضبم بالا رفت. خواستم شخصیت این مرد خشین و جاهل و پسرکش را به همه بینندگان اصلاح بازگوی نمایم. الله. بعضا وقت هم خیلی ساده فکر میکنیم که همین سال 90 وقتی که کماندیر گواردیای ولایت کولاب رو با عهده داشتم، از کمیته پارتیایی ولایت برآمده در کوچه روبروی کمیته پارتیایی سابق شهر کولاب، سابق رئیس شهر کولاب توشمان نظیروف وا خوردم. خط توشمان نظیروف سلام کردیم. خطش یک آدمی با ما تماما ناشناس بود. بعد پرسیدم که توشمان نظیروف کیه ای آدم؟ گفت که آدم رئیسی کدام ناحیه ولایت قرغنتپه عبدالمجید دوستیف نام در پشت یک بساناشکای کندگی. بعد سلام کردیم. گفتم چی گپی رئیس؟ گفت که ما از ترس جبهه سر گریخته کولاب آمدم، یک بلاک مرا شما محافظت کنین، شما مرا دستگیری کنین. ما توشمان نظیر گفتم که رئیس این مرد همشهری خدمت بوده، ایرا علاج کرده، بگی گودا که سنگش خطی جا کو، این آدم نگاه کو. امروز آدم‌ها گپ میزنن درباره وحدت ملی. وحدت ملی فقط بعد بسیار آدم‌ها گپ میزنن که من طریق کردم، همه دروغه. همین وحدت ملی به واسطه با واسطه شخصا دستگیری خودی پرزیدنت پیدا شده است. افغانستان رفت، مسکو رفت، ایران رفت، دیگر جا رفت. امروز وحدت ملی با یگان آدم دخل نداره بغیر پرزیدنت مملکت، پیشوای ملت محترم امام علی رحمان. وقتی که امام علی رحمان یک خیلی درباره پیشوای ملت گفتن گپ زدن، ما بعد یک برقیه روان کردم با امام علی رحمان که از اون دوره که شما وظیفه رئیس حکومت ولایت کولاب با عهده داشتین، از همان دوره شما پیشوای ملت اذیت کشیده و ملت سرگردان تاجیکا، نه اینکه تاجیکای کولاب، همین ملت پیشوای ملت اذیت کشیده تمام جمهوری تاجیکستان میباشین. برای همین بسیار برای ما علم آورش یک چیز است که آدمایی که در دوره جنگ شهروندی یگان کار نکردن، امروز من میگن اما دروغه. برقرار کننده حکومت کانستیتوسیونی فقط گواردیای ملی شهر کولاب ولایت کولاب اساس گذاری صلح و وحدت ملی بغیر امام شریف و یگان کسی دیگه نیست. بگذار یگان آدم وای من نکنه که من طریق کردم، من طریق کردم، همه دروغه. برای چی آدما خودشون در سال 90 همه جاگه بود، در سال 90 ایتر سایخانهشون نمیبرآمدن. امروز همه زبان پیدا کرد. وقتی که امام شریف های دولت تنش کرد، جنگ خاموش کرد، همه را تنش کرد، بعد من کردم، همه دروغه. وحدت ملی با امام شریف های داخل دارد. محترم عبدالمجید دوستیف بیا سالهای 90 را باید آورده خیلی تعریف هم نکنیم، وای ما هم نکنیم، نگیم که ما کردیم شما نکردین. گپ درباره وحدت ملی جمهوری تاجیکستان میره، باز تکرارا میگم که تکرار میگم که برقرار کننده وحدت ملی غیر از پرزیدنت پیشوای ملت امام علی رحمانوف یگان کسی دیگه حقوقی آواز بلند کردن هم نداره، حقوقی نداره که ما همین وحدت ملی را ما برقرار کردم. برای همین
همه شما التماس عبدالمجید دوسیف خیلی با معلوماتت میرسونم که همون روزهای گذشته را با یاد بیارم. الله شاهد است که در آنچه می نویسم هیچ تهمت و دروغی نیست. همه آنچه می نویسم از شخصیت واقعی او می باشد. زادگاه من دهه باغ حبیب ناحیه مومن‌آباد است، هم دهه همین ابراهیم اسماعیل که سالهای جنگ برادرکشی در شهر کلاب خیلی بیدادگری ها کرده است. در گردن این شخص خون هزارها جوان بیگناهی ملت می باشد. ابراهیم اسماعیل یک دختر و 4 پسر دارد. حالا هم در همین دهه زندگی دارد. پسر خردیش اسلم بیک است و از پدرش دیده ظالمتر می باشد. این بدبخت 3 زن را سر داد و حالا باشد با زن 4م زندگی دارد و صاحب 1 پسر و 1 دختر هم است. سالهای پیش مردم از پدر او که قماندان بود حذر و هراس می کردند و این اسلم بیک از پشت پدرش بسیاری ها را غم می داد. توی معرکه های مردم را زیاد ویران کرده است. حالا باشد نشتتنیکی ملیسه ها هست. در کلاب یک خط سیر است که در آن مشروطه شماره 2 کار میکند و همین اسلم بیک دیسپیچری همین خط سیر است. سر هر راننده 500 سامانه میگیرد، سپس اجازت کار میدهد که در همین لینیا کار کند، اما همه روزه از هر راننده 10 سامانه چک میگیرد. در این لینیا بیش از 100 تنگیم کار میکند. او این مبلغ ها را با بهانه انداز و یا تعمیر راه میگیرد، اما حالی زار این خط سیر را میبینی گریت می آید. درآمد یک روزش 1000 سامانی صاف است. تمام رانندگانی که در این خط سیر کار میکنند به داد آمده اند. روی راست میگوید که میفورد کار کنید، نمیفورد شما را کسی اینجا نمیقپد. با کجای شکایت میکنید کردن بگیرید. من لوبوی زود شکشدگیم. یک زنگ پلکونیک با سعی لوبوی زودش ده، یعنی پدرش را در نظر دارد. پسر دویمش در دوشنبه زندگی میکند. در کدام شعبه میلیسیا کار میکند. صاحب 3 فرزند باشد. پسر دیگرش طاهر نام دارد، اما طاهر فرق دارد. مرد خوب و خاکسار است. می نوشد ولی ضررش به کسی نرسیده است. ابراهیم اسماعیل خودش را در سالهای نهارمی 92 هم جنسگرا اعلام میکند و مردم را به جنگ دعوت میکند. پسرش طاهر باشد، همانی که گفتیم خوب دیگر کمی خوب است و می نوشیده است. از این کار پدر ننگش می آید که چرا چنین می گوید، ولی خشمگین شده پدرش را سرزنش می کند. پدر ما را شرمنده کردی، این چی سخنی بود گفتید، ما سرمون را برداشتن نمی توانیم. اما ابراهیم اسماعیل غافل و سرخوش که سلاح در دست، خودش شاه و طبعش وزیر، پسرش را با تپانچه خود به هلاکت می رساند. ولی این نامرد جای توبه و ندامت در حق فرزندش تهمت کرده میگوید که پسرش مست بود و میخواست که او را بکشد و وی خودش را حمایت کرده است. اکنون خودتان خلاصه نمایید که شخص پسر خودش را کشت و رحم نکرد. از چنین خدا به خبر چی توقع میتوان کرد؟ آیا شهادت چنین شخص در یگان جا و زیر کدام قانون مورد قبول و تأیید هست؟ قضاوت به شما بیننده گرامی. طاهر صاحب 5 پسر می باشد. پسر خردیش ساربان، سال تولدش 1988، پیشتر در سفینه کار میکرد، حالا میلیتسه است. پسر دومش دلیر، سال تولدش 1987 می باشد و در مقامات حفظ حقوق کار میکند. یک پسر دیگرش بختیار نام دارد، سال تولدش 1985، مهاجر در روسیه است. بختیار چند بار خواسته است که از بالای بابایش شکایت کند، ولی مادرش به خاطر دیگر پسرانش که در مقامات حفظ حقوق کار میکنند اجازت نداده است. پسر دیگری طاهر اسفندیار می باشد، سال تولدش 1986، وی هم در شعبه میلیسا کار میکند. پسر کلانی طاهر رستم نام دارد، سال تولدش 83، او هم در مقامات حفظ حقوق کار میکند. این اما یک ظالم است. عبدالله پسر کلانی ابراهیم اسماعیل می باشد. پسر همین عبدالله جهانگیر نام دارد که چند سال پیش یک ساکن کلاب را با کار زده کشت و بعد یک مدت کوتاه از محبس جواب شد. داماد ابراهیم اسماعیل با زنش ساز نمیگیرد، میخواهد طلاقش دهد، اما ابراهیم اسماعیل در دهان وی میل تپانچه را خلانده تهدید میکند که اگر سر دهی میکشمد. پسران ابراهیم اسماعیل هم یزنه‌شان را چند بار لطوکوب میکنند. خلاص این داماد دیگر علاج نمییابد و ترک تاجیکستان میکند و میگریزد و حالا در غریبی ها گریخته گشته است. ابراهیم اسماعیل یک زمان در ناحیه شوراباد سردار میلیسه شده کار میکرد. در این دوره او قریب نیمی کلاب را گرچی کرده بود، زیرا هر خطری که افغان ها میخواستند به واسطه ابراهیم اسماعیل و به یگان دشواری گرین وارد میکردند. آن وقت دیگر مقامات از ابراهیم اسماعیل
ترسیدند. کوری ستار سردار شعبه امنیت منطقه بود، اما پدخلیم ابراهیم اسماعیل بود. باور کنید این آدم نه دین دارد و نه ایمان. در محله ما یک داملا بود و به حد آدم باسواد هم بود. در حق این داملا تهمت بسته یک جاهل را آورده در مسجد امام ماند و گفت کسی گپ دارد با من گپ زند، در حالی که ابراهیم اسماعیل در حیاتش به مسجد نآمده بود و تا حال نمی آید. سن و سالش از 80 بالا شد ولی تا حال سرش را به سجده نگذاشته است. یک سحری روز جمعه من به منزل برای فاتحه خوانی سر قبر می رفتم که در درون منزلگاه همین ابراهیم اسماعیل از پیشم برآمد و به من گفت زن ملا نظیرمد را خوب دیگه فلان کند که امروز نآمد، باید می آمد و در سر قبر پسرم دعا می خواند. همان پسر را که خودش به قتل رسانده بود. بعد از من خواست که آیت خوانم. بعد طرف من گشت و گفت که تو هم با گفتی ملاهای فلانی زن نکنی، با گفت دنیا را همین ملاها جزیر کردند. در پایان دهه یک میدان فوتبال بود که از دیگر خشلاق‌ها و حتی شهر هم آمده در آنجا بازی می‌کردند، اما همین میدان را ابراهیم اسماعیل گرفت و چسکه کرده تقسیم کرده فروخت. مردم محل چند بار عریضه نوشتند لکن هیچ کس به دادشان نرسید. در شهر کلاب در نزد بازار سامانی یک زمین بود. در آن زمین یک مرد میبایست خانه میانداخت، اما زورش نرسید و دوام یک سال زمین همین خیل خالی ماند. این زمین را ابراهیم اسماعیل از رئیس آن وقته شهر کلاب عبدالجبار زردیف گرفت. با صاحب زمین گفتند که حجت‌های شما نادرست است. این زمین را همراه بچه‌هایش گرفتند و در آن یک دیسکوتک ساختند. در این دیسکوتک حتی نورسان 14-15 ساله هم در آمده دلخوشی می‌کردند. یک نفر از ساکنان کلاب یک شب به واسطه نارنجک انداز آن را به هدف گرفت و تخریبش کرد. بعد از این دیسک کلوب بر عوض یک ماشین تویوتا و $80,000 میفروشد و فعلا آنجا مغازه محصولات ساختمانی است. عجابه در آن است بیننده گرامی که هر کسی در کلاب رئیس می شود ابراهیم اسماعیل رفته از او زمین می گیرد، در همه جا فوکش را خلانیده می ایستد. یک شناسی من در گارعدل کلاب کار میکرد. یک روز در کپه می ایستاده است که ابراهیم اسماعیل با ماشینش می آید و می گوید در را کشو، اما آن نفر در را نمی کشاید و می پرسد که با شما کی در کار؟ می گوید آچتا فلان کنم چی کار داری که ما کجا میرم؟ این نفر که نو کار را سر کرده بود و او را نمیشناخت به سویش اتومات میبردارد و میگوید که به قفا هایکن نباشه زنتا فلان میکنند. خلاص از این کار دیگر کارمندان پلیس درک یافته این نفر را از آنجا میگریزانند و بعدا سردار میلیسیا که اسکندرف بود او را با تطیه پیش میکند. حالا باشد در مهاجرت است. خوب بینندگان گرامی، اصلاح در این نامه هیچ تصرف و علاوه و اضافه نکرده است و آن گونه که به ما رسیده است آن را نشر می نماییم. امیدوارم این ابراهیم اسماعیل پسرکوش جاهل برای پیدا کردن نویسنده این نامه نگرده یا جایزه اعلان می کند، مثل زردیف عبدالجبار که کسی مؤلف نامه به اصلاح ارسال شده را پیدا کند $30,000 برایش میداده است. اگر عبدالجبار زردیف آن $30,000 را به آن مردم به گونه میداد و ظلم نمیکرد، آن مردمی به سطوح آمده چیزی نمی نوشتند. چرا از جنایت های انجام داده خود پس از رسانه‌ای شدن آنها شرمتان می آید؟ حالا این شرمندگی این دنیایی است. شرمندگی آخرت را چگونه اصلاح میکنید؟ یا فکر کردید آنجا هم با این پولهای غارت کرده اتان نعوذ بالله آن را با ملائک زبانیه میدهید و خلاص میشوید؟ فراموش نکنید که لا یعصون الله ما امرهم و یفعلون ما یؤمرون. هرگز آن ملائک گناه یا اینکه عصیان و سرکشی نمی کنند بر آن چیزی که فرموده شدند و انجام می دهند آنچه برایشان فرمان داده شد. برای بیننده گرامی این بود برنامه امروز ما. با شما بود محمد اقبال صدرالدین. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.